بسم الله الرحمن الرحیم. فوادالله صوفی زاده هستم در خدمت شما عزیزان. امروز نخستین درس خود را از ویندوز 10 آغاز میکنیم. ویندو به معنای پنجره، ویندوز پنجره ها. ویندوز پنجره است که زمینه ای را برای ما فراهم میسازد تا با دیگر برنامه های کامپیوتری دسترسی داشته باشیم. از ویندوز تعریف های زیادی ارائه شده. اکثریت دانشجویان تعریف را مکانیک میکنند و مکانیکی یاد میگیرند. توصیه ما برای شما عزیزان این است که هیچگاه تعریف را مکانیک یاد نگیرید، چون مکانیک یکی دو روز در ذهن هست و بالاخره از یاد میروه. پس تعریفی را که یاد میگیرین مکانیک نباشه. یک تعریف کوتاه و مختصر ما برای شما ارائه میکنم. جایگزین ذهن خود بسازید و کوشش کنید که از یاد نبرید. ویندوز سیستم عاملی می باشد که کامپیوتر ما را به حرکت در میاره. همه قدر بفهمید کافی است. ویندوز روح کامپیوتر است. قسمی که یک انسان بدون روح نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه حرف بزنه. همین قسم کامپیوتر هم بدون ویندوز نمیتونه که فعالیت کنه. کامپیوتر از کلمه کامپیوت گرفته شده به معنای محاسبه می باشد، یعنی کارهای اداری را محاسبه می کند. دوستان حتی عزیز، میخوام به یک سوال پاسخ بدم که چرا ویندوز های مختلف در بازارها عرضه شد؟ دلیلش تجارت است. هم تجارت ویندوز و هم تجارت کامپیوتر. یعنی زمانی بود ویندوز XP، ویندوز 7 و ویندوز 8 و به مراتب ویندوز 10 و 11 در بازارها عرضه شد. قسمی که تکنولوژی در حال رشد و پیشرفت است، انسانها هم میخواهند که از تکنولوژی روز آگاه باشند. میخواهند که معلوماتشان را اضافه کنند و معلوماتشان را زیاد کنند. پس وقتی که ویندوز 10 یا ویندوز 11 در بازارها عرضه شد، ما علاقمند به این میشویم که باید از این ویندوز استفاده کنیم و در کامپیوتر خودمون او را اینستال کنیم. پس ما ویندوز را خریداری میکنیم. و یک گپ دیگه ای که ویندوز 10 یا ویندوز 11 در کامپیوترهایی که از نسل‌های پایین‌تر باشه اینستال نمیشود. پس بنابراین ما بر علاوه که ویندوز جدید میگیریم، مجبور هستیم که یک کامپیوتر جدید بخریم، یک کامپیوتری که از نسل‌های بالا باشه تا بتونه ویندوز 10 یا ویندوز 11 را در خود اینستال کنه. پس هم بازار کامپیوتر گرم شد و هم بازار ویندوز. حالا به معرفی صفحه کامپیوتر میپردازیم. دوستای عزیز، صفحه کامپیوتر را در کل به نام دسکتاپ یاد میکنند. به نامش دسکتاپ. تصویر روی صفحه را به نام وال پیپر یاد میکنند. چه؟ به نام وال پیپر. بعضی ساده و بعضی کسا تا کنون اکثریت دانشجویانی که از کورس های کامپیوتر فارغ شده تصویر روی صفحه را به نام بک‌گراند میگویند. دوستای عزیز، تصویر روی صفحه به نام بک‌گراند نیست، به نام وال پیپر است. پس اگر تصویر صفحه به نام وال پیپر باشه، بک‌گراند کجاست؟ ما بک‌گراند عقب تصویر میگیم. خب ببینید، اگر ما وقتی که بخوایم یک تصویر در بک‌گراند خود اضافه کنیم، در بک‌گراند خود بگذاریم، برای مثال من میخوام که یک تصویر در بک‌گراند خود قرار بدم. میان در قسمت پیکچر مثلا یک تصویر انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم، میگم ست از قرار بده تصویر در کجا؟ در بک‌گراند. پس تصویر ما در بک‌گراند قرار میگیره. فهمیده شد؟ تصویر در بک‌گراند بگذار. پس خیلی تصویر بک‌گراند نیست، خیلی تصویر وال پیپر است که در بک‌گراند گذاشته میشه. حال خیلی بک‌گراند کجاست؟ میان در قسمت پرسونالایز اینا در سنتر قرار میتیم. اینا دوستای عزیز براتون معلوم میشه. اینجا نوشته choose your background color، میگه که رنگ بک‌گراند رو انتخاب کنید. اینجا رنگ بک‌گراند خود انتخاب میکنیم. مثلا رنگ بک‌گراند ما قسم انتخاب کردیم. حالا میایم در اینجا میبینیم اینی را به نام چی یاد میکنن؟
دیگه خودتان میفهمید که به نام چی یاد میکنه. به نام بک‌گراند. عقب تصویر به نام بک‌گراند یاد میکنه. رنگی که در تصویر گذاشته شده و یا تصویری که در بک‌گراند ما گذاشتیم. پس تصویر به نام والپیپر و عقب تصویر به نام بک‌گراند یاد میشود. امیدوارم که فهمیده باشین. پس را فیل میکنیم و این برنامه‌ای که در روی صفحه کامپیوتر اینستال هست اینها به نام چی یاد میشود دوستای عزیز؟ اینها به نام آیکن یاد میشوند. همه اینا به نام چی یاد میشه؟ به نام آیکن. ولی هر کدامش در پایین خودش اسم داره. آیکن به سه نوع است. یکی سیستم آیکن، دیگر اپلیکیشن آیکن و فولدر آیکن. سیستم آیکن هم آیکن هایی است که همزمان با نصب ویندوز در کامپیوتر ما اینستال میشه و ما میتونیم از اون استفاده کنیم. مثال DSPC، نتورک، ریسایکل بین، اینا این 4 تا آیکن هایی است که همزمان با نصب ویندوز در صفحه کامپیوتر ما نصب میشه و اینستال میشه. اینا رو به نام سیستم آیکن یاد میکنن. و اپلیکیشن آیکن هایی است که ما بنابر ضرورت خود پس از اینستال کردن ویندوز در کامپیوتر خود آن را اینستال میکنیم. مثال تلگرام، برنامه تایپینگ، کانتشیا که برنامه ریکارد است، زاپیا، اینا برنامه هایی است که ما بنابر ضرورت خود در کامپیوتر خود اینستال کردیم. این را به نام اپلیکیشن آیکن یاد میکنه. و دیگه فولدر آیکن داریم. فولدر آیکن مثال ما از قسمت نیو میایم یک فولدر جدید ایجاد میکنیم. میره برنامه چی یاد میکنم؟ به نام فولدر آیکن. و فولدر آیکن 2 نوع است و با نصب یک برنامه دیگر 3 نوع میشه. فولدر عادی که این فولدر است، دیگه زیپ فولدر و اگر وینرر در کامپیوتر خود نصب کنید این برنامه وینرر فولدر است. وینرر فولدر میتونه مواد ما را از هر نوع ویروس کنترل کنه و میتونه که حفاظت کنه. توصیه من برای شما است که همیشه مواد خود را در زیپ فولدر نگهداری کنید، در وینرر فولدر نگهداری کنید، چون وینرر فولدر که است 100% از ویروس نگهداری میکنه مواد ما شما را. دوستای عزیز، اینجا یک گزینه است، یک پنجره واری است به نام استارت بتن یاد میشه. این به نام چی یاد میشه؟ به نام استارت بتن. بعضی میگه استارت منو. نه دوستی عزیز، این استارت بتن است. اگر روی کلیک کنیم باز برای ما شما استارت منو باز میشه. دکمه استارت بتن کلیک کردیم برای ما استارت منو باز میشه. در اینجا تمام برنامه هایی که در کامپیوتر خود اینستال کرده باشیم همش برنامه‌اش گذاشته میشه. هر برنامه جدیدی که اینستال میکنیم در اینجا میآید و در اینجا ما میتونیم که برنامه خود برای سهولت بیاریم در اینجا قرار بدیم و ازش استفاده کنیم. دیگه همین قسم پایین که آمدین هر برنامه‌ای که بخواین در کامپیوتر اینستال باشه در اینجا برای شما پیدا میشه. و اینجا سرچ هست، مکان سرچ که جستجو میکنه و هر چیزی خواسته باشیم برای ما پیدا میکنه. اینجا به نام تاسک بار است. به نام چی؟ تاسک بار که معلوماتی برنامه هایی که ما زیاد از استفاده میکنیم در تاسک بار قرار میتیم برای سهولت کار خودمون. این قسمت به نام نوتیفیکیشن ایریا یاد میشه. نوتیفیکیشن ایریا معلوماتی که معلومات مهمی که درباره کامپیوتر است، مثل زبان کیبورد، صدا، اینترنت، باتری، ساعت، تاریخ و بعضی معلومات هایی که درباره کامپیوتر یا کامپیوتر چی مشکل داره در اینجا برای ما ارائه میشه. اگر بخوایم یک برنامه رو پیدا کنیم، برای پیدا کردن برنامه روی گزینه سرچ در اینجا میاییم و نوع برنامه رو تایپ میکنیم، پیدا میشه. مثلا نوشته میکنم ورد، دبلیو نوشته کنم ورد پد برای ما برنامه گذاشته شده. وینرر ورد برنامه که حرف اولش با دبلیو است در اینجا لیست میشه. وقتی ما ورد نوشته کنم برنامه ورد برای ما باز میشه و انتر میکنم، ازش استفاده میکنم. و یکی دیگه در قسمت استارت بتن کلیک میکنم، در اینجا نوشته میکنم مثلا ورد برای ما باز میشه.
یا یکی به آسانی در اینجا پیدا میکنم، مثلا پایین و بالا میرم تا یکی برنامه ورد من پیدا کنم و بالاش کلیک کنم. مثلا برنامه ورد یا هر برنامه که باشه، مثلا این اکسل اینجا پیدا کردم، پایین من تا برنامه ورد پیدا شود. و برای خاموش نمودن کامپیوتر ما در قسمت استارت بتن کلیک میکنیم و در صفحه که استارت منوز برای ما باز میشه، قسمت به نام پاور یک از این است که وقتی بخوایم کامپیوترم روشن کنیم همچنین یک علامتی در بعضی کامپیوتر در طرف راست، بعضی در طرف چپ و بعضی در وسط است، روش کلیک میکنیم کامپیوتر ما روشن میشه. اگر بخوایم خاموش کنیم بالا از کلیک میکنیم، در قسمت اینجا سه گزینه میاد که سلیپ است، کامپیوتر در حالت خواب قرار میده. روی صفحه کامپیوتر خاموش میکنه ولی برق در تخت کامپیوتر در هارد دیسک قرار داره و دیگه شت داون است که کامپیوتر مستقیم خاموش میکنه و هر کاری که در جریان، مثلا در جریان یک کار باشیم شت داون کنیم تمامش از بین میره و دوباره به او دسترسی نمیداشته باشیم. پس قبل از اینکه چارج کامپیوتر تمام شود یا حتما باید سیو کنیم موادی را که کار کردیم و یا کامپیوتر خود خاموش کنیم به خاطر که مواد ما از بین نره. و ریستارت در بعضی مواقع کار میده کامپیوتر ما جا میمونه، کامپیوتر ما مشکل ایجاد میکنه و نمیتونه که فعالیت کنه، ریستارتش میکنیم. به خاطر ریستارت میکنیم کامپیوتر تازه شود و سر دوباره فعالیت کنه. ولی معمولا برای خاموش کردن روی شت داون کلیک میکنیم، روی شت داون کلیک کردیم کامپیوتر ما خاموش میشود. امیدوارم که درس امروز برایتان مفید تمام شده باشه. تا درس بعد روز بعد، الله یار و مددگارتان.